سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه، جانتون جور باشه، بخیر باشید. بازم با یک ویدیو دیگه، یک ولاگ دیگه برگشتیم. امروز ما مارگارت میخوام بریم سکند هند یعنی دست دوم فروشی. دست دوم فروشی موریم و بهتون نشان میدیم. سکند هند در دست دوم فروشی میتونید چیز خیلی باحالی پیدا کنید توشی. بعضی موقع چیزا که واقعا خیلی ارزش بالایی داره که حتی یک دانه زنه بود یک گلدان 1,000,000 کرونی پیدا کرده بود. خیلی یک چیزای خیلی چیزای با ارزشی میتونی پیدا کنی، نه حتما ممکنه و بعضی موقع چیزایی رو شاید پیدا میکنی که مثلا واقعا قیمت بالای جای دیگه داره، ولی خب تو ارزان خیلی ارزان تر میتونی بخری و خیلی چیزای خیلی خوشگل و قدیمی و کلاسیک. اصلا شما یه جور ماشین زمانه، بهتون یه جور سکند هند یه جور ماشین زمانه، شما رو برمیگردن به زمانه قدیم. البته خب زمان قدیم خارجی ها، چون وسایل خارجی ها اینجا. لایک و سابسکرایب کنید اگه تا الان نکردید. اگه سابسکرایب هم کردید به خاطر حمایت کردن 100% کامنت بذارید، چون حتما کامنت شما میگم واسه دلگرمی از من میشه. خب بعضیا خیلی فیلم نمیگم ما سابسکرایب کنیم ولش کن دیگه. کامنت کردن شما واقعا خیلی مهمه. آره دیگه بزن با هم بریم. بچه‌ها اینجا که می‌بینید سکند هند هم دستم فروشی، همینجور که میبینید اینجا پر از مبل و نمیدونم صندلی و از این حرفا و خیلی وسایل زیاده. میبینید اینجا مثلا مبلا رو میبینید، میذارن میزای غذاخوریه. بعد این ورتر کلن آینه، چه آینه ها رو گذاشته. اینجا مبل، چراغ خواب، صندلیه، نمیدونم تخت خواب بچه گذاشتن، خواب بچه. بعد این ورم تخت خوابی بچه گذاشته. بعد اینا کلن چی میدونم وانگ میگه چون خود برای اینا بچه ها رو میذاره توشی، بچه کوچولا که در دنیا می از اینای. بعد اون ورترم میگم کلن اون ورترم هستم، اون ورترم رو بهتون نشان میدم بعدن. خیلی چیزایی هست ممکنه قدیمی باشه، خب آدم ندانه. مثلا نگاه کنید اینجا، نگاه کنید یه الان یه رادیو، فکر کنم یه رادیو خیلی قدیمیه، یه کره زمین، ولی رادیو ها خیلی جالب. قیمتش هم 125 کرونه. مارگارت میگه لیت بده بیبی. مارگارت میگه برای چیزا تلفن ها رو میذاشته، میزی تلفن. یه مثلا قدیمیه دیگه، اینجوری بهتون میگم. مثلا چیزای قدیمی زیاد دیدم، چون مثلا رادیو مثلا رادیو ها fungerar inte på riktigt. فقط دکوریشن کار نمیکنه. مارگارت خواندش گفت کار نمیکنه. اینجا رو مثلا نگاه کنید از اینا اسکیت قدیمی، اینا ممکنه ارزش داشته باشه. بچه من دانید آدم نمیدونه اگه واقعا با ارزش باشن یا نه. بعضی این چیزهای قدیمی واقعا ارزششون بالاه ولی آدم مثلا اطلاعات نداره. مثلا این رنج میبینید، یعنی مثلا الان برای قبلا فکر کنم نخوره ریسمان کنه، نمیدونم یه چیزی قدیمیه، فقط نخه یا پارچه یا نمیدونم چیه، ولی خب برای از استفاده میشه دیگه. بعد یه چیز دیگه پیدا کردم، یه ترازوی قدیمیه، یه ترازوی خیلی قدیمیه که اینجا میبینید کلا خیلی قدیمیه. قیمت چی؟ 525 کرونه، 525 کرون، ولی خب خیلی قدیمیه دیگه. میگم مثلا آینه هر نگاه کنید، یه آینه قدیمی اینجا. اینا نمیدونم چیه ولی خب ممکنه قدیمی هم باشه دیگه، آدم نمیفهمه. بعضی چیزا ممکنه اینجا اصلا قدیمی هم نباشه، خب فقط هستن دیگه. مثلا چون دست دوم هم مثلا میذارم اینجا وسایل برق، اجاق گازن، نمیدونم از این چوبا برای گلف بازی میکنه، وسایل های برقی و همه چی اینجا پیدا میشه. اینجا نگاه کنید دیگ و کاسه و نپرسید از من چرا کافه ماشین و از نام هستن، یعنی که مثلا این سینی های قدیمی، حالا نمیدونم اینا فکر نکنم ارزش داشته باشم. میگم همه چیزای قدیمی اینجا هست، خرت و پرت و قاشق و چنگال و هر چی وسایل قدیمی ها میتونید پیدا کنید. حتی ترازوها رو میبینید، ترازوی خیلی قدیمی هم هستن بالا. مثلا اینا یه سینی های قدیمی
فکر نکنم ارزش داشته باشن. معلوم هم نیست، قیمتاش هم زیاد نیست، 5 کرون 10 کرون میشن نیست. مثلا میبینید مسالا گلدانای قدیمیه، شاید هم قدیمی هم نباشه، معلوم هم نیست دیگه، ولی خب هستن بعضیاشی. ولی این قسمت اگه بگیم اینا واقعا قدیمی هن. میبینید بچه ها اینا همهش قدیمی هست. بالا نگاه کنید اینا همه کلا قدیمی هن. بعد ظرفای نمیدونم مسی هن، فکر مسی هن چون روش نوشته ظرفای مسی. اینا همش قدیمی هن. قسمت ها رو اگه نگاه کنید ممکنه اینا مثلا واقعا ارزش داشته باشه، ولی خب بهتون گفتم اطلاعات ما نداریم. مثلا بالا رو نگاه کنید اصلا یه دوتا خوشگله واقعا، یا که مثلا این پایین ها رو نگاه کنید مثلا نگاه کنید جامعه یا کلا ست از اینا نمیدونم چقدر قدیمی باشن. چیزی هم ننوشته روش شمدون یا مثلا قدیمیه. میبینید اینا ممکنه قدیمی و با ارزش باشن. یا که بالا نگاه کنید مثلا اینا اینجا نگاه کنید اینجا مثلا این جاما و نمیدونم اینا ممکنه قدیمی باشه، ولی خب ما خبر ندارم دیگه. قیمتاش هم زیاد نیستن بچه، ممکنه قدیمی و با ارزش باشن، ولی آدم اگه چون اطلاعاتی نمیدونم چیزی ازش ندارن معلوم نیسته. خب الان هم که میبینید مارگارت یه دونه چیز پیدا کرده، هندمید دستسازه، یعنی دستساز از ایسلند با سنگا یا تشفشان درستش کردن. اینجا نگاه کنید کفشای اسکیه. کفش البته آره برای اسکیه، فکر کنم برای آیس هاکی. هلو دم فور آیس هاکی نه؟ Nej, skidor. Vanliga skidor. کفشای برای فقط اسکیه، برای آیس هاکی نیست. کفشای فقط اسکیه، اونام خود اسکیه، چوبای اسکی. Det här är längdskidor. De behöver de skorna. یک چیزای چرت و پرت ما نمیفهمم خلاصه. میگم یک چیزایی هست آدم سر نمیاره. یکشی نمیده برای یکشی مخصوصی اسکیه، یکشی مخصوصی یه چیز دیگه سر نمیاره، ما نمیفهمم. اینجا که میبینی وسایل بچه یا پوری وسایل بچه، البته فقط بچه نیست، اینجا همش اسباب بازی هم پوره. میبینید مثلا عروسک مارگارت میگه ترسناکه، چرا خوشگلی رو میگه ترسناک. تو چرخه کوچولو اینجا وسایل های بازیه، بالا همه وسایل های بازیه، اون گوشه ها و بالا. قیمت هاش خیلی ارزانه، 20 کرون 10 کرون هیچی نیسته. عربی اونجا نوشته، یه چیزی نوشته، فکرم نوشته وسایل بازی فکر کنم. اینجا که میبینید پوری وسایلی نمیدونم تابلو و از این حرفایه. بعد این گوشه ها رو میبینید ممکنه تابلوی با ارزشی هم پیدا کنید، یا که زیر که میبینید زیر ممکنه لای همه این تابلوها یه چیزی با ارزش باشه، تا کسی که نمیدونه ممکنه تابلوها رو گذاشته باشن، خلاصه کسی از ارزش هم خبر ندارن. خیلی اتفاق افتاده. مثلا اینجا نگاه کنید، مثلا در یک جای یک سویدنی، یک دختر سویدنی یک گلدان کوچولو خریده بوده، گلدانی همین توی دستم فروشی آمده بوده، گلدانه رو فکرم 50 کرون خریده بوده، بعدن فهمیده که گلدانه قیمتش 1 میلیون کرون بوده. یعنی میبینید دیگه بعضی موقع آدم یه چیزایی پیدا کنه ارزشی رو مثلا ندونه، شاید هم واقعا پیدا کنه ارزش دار باشه ولی هیچ وقت نه. همین دیگه آدم نمیفهمه، آدم باید بلد باشه. چیکار چاله اینا رو میبینید ما این تا تابلوی خوشگل خریدیم، اونا رو بعدا بهتون نشان میدیم، شاید واقعا ارزش داشته باشه، معلوم نیست، اونا رو بعدا بهتون توی ویدیو نشان میدم. یا کنید تابلوها رو چه خوشگله، اونا رو تو آخر ویدیو واسهتون سورپرایز میخوام نشان بدم که چه تابلوهایی داریم. تابلوی زیرش امضا هم شده، ولی خود چون رنگ نقاشی نیستم سخت گفت ارزش داره. شاید مثلا این تابلو آدم اون خیلی چرت و پرته، شاید با ارزش باشه، معلوم نیه. یکی مثلا اینجا اینا همه در فروشی ها، این صندلی ها میزا اینا همه فروشی هن. یعنی این صندلی میزایی که اینجا میبینی همه فروشی هن. بعد اینا رو میبینی تابلوره، مارگارت میگه مایی رو میخوام مادت تا مثلا نمیدونم چی هسته، نه تابلوی نه چی ها؟ چی تابلوی عجیبیه. الان تابلو رو میبینید گوله
تا بلوها رو مثلا Den ska vara 30 också. Vilket ska du där uppe? آقا که داغون شده یک ذره بالا شی. این قشنگه. Här för fiskar. صندلی رو. آکواریوم. می‌بینید De har också آکواریوم. lite grejer här. یه ذره Fisken. غذای او فکر کنم غذای ماهی از نه. تو نقاشی اومدی هم قشنگ ولی فکر نکنم رنگ روغن باشه. هنمالاده. آها که مارگارت میگه یه هنمالاده. یعنی چیز مثلا نقاشی اصلا. آره نقاشی اصلا. ولی خب بهش نمیخوره اونقدر نقاشی باشه که یه آدم حرفه‌ای رو کشته باشه. 50% هم تخفیفه برای همه نقاشی ها. یعنی اگه 100 کرون باشه 50 کرون الان قیمت چی؟ خب پشتی از ما یا همین حرفی که میبینید همش کتابخانه هم نیست ها. کتابای دستمون فروشیه. یکم کلاسن خدا. بعد کتابای دستمون فروشیه همه رو میبینید. همه اینا در فروشیه دیگه 50% تخفیف هم داره. میتونید چیه؟ کتابا میتونه ارزشمند باشه ولی وقتی کتابی باشه که واقعا مثلا یا همین مجله ها رو میبینید ممکن ارزشمند باشه. البته اینا نه مجله های انگلیسی که کارتونی باشن برای دیزنی و از اینا میتونه واقعا ارزشمند باشه اگه بتونی اورجینالش رو پیدا کنی. 1878. این هم بکن یک کتابی که الان شما میبینید دستی مارگارت اورتون هولا برای سال 1897 چاپ شد. این کتاب تقریبا بیشتر از 100 سال عمر داره. کتابی که شما میبینید یک کتابی که بیشتر از 100 سال عمر داره. حالا ببینیم شاید هم خریدمش. این برای سال 1911 این برای سال 1897 میبینید. مثلا الان این رو همونجا که میبینید برای سال این کتابه برای سال 1859 قیافش هم همیشه یه صفحه 10 کرون قیمت چه قیافش هم شکلی از داغشه برای 1859 یه چیزی بیشتر از 170 سال عمر داره. 1920 در کتابه پیش چیزی بیشتر از 150-60 سال عمرش بود. دیدید مثلا اینجا را صندلی خیلی خوشگله، صندلی طلایی. یه صندلی رو ما دیدم گفتم بهتون نشان بدم. یه صندلی طلایی خوشگل. تابلوها هم که اینجا میبینید. کتابی هندورک کنست هندورک چی میگن خدایا مثلا چیزایی که دستی میسازند کنست. حالا ما خدایا کنست مشفی کنم چی میگه خدایا حالا فارسیش خبر ندارم. کنست به نظر میشه چیز دیگه هنر. حالا ما درست نمیتونم یا مثلا یه تابلوی خیلی قشنگ ولی چون دست 240 کل ولی خب دستساز نیست. یعنی دستساز یعنی نقاشی کشیدن یا پرینته بخاطر همین زیاد ارزشی خاصی نداره. اینجا نگاه کنید اینا همه اینجا گذاشته ارزششون بالایه. اینا میدونن خودشون اینا رو گذاشتن اینجا پشت ویترین و بسته شده چون ارزششون بالایه. اونجا رو نگاه کنید اینا مثلا خودش خبر دارن اینا ارزششون یه جوری کمتر بالاتره. مثلا این ماشین رو میبینید یا اینکه مثلا اینا رو اینا یه جوری مثلا ارزششون یه ذره کوچیک‌تره بالاتره. اینا رو گذاشتن اینجا محافظه شده مثلا این نداره. ولی خب دوچرخ هم حتی مفروشن. دوچرخ‌های دست دوم همونجا که میبینید دوچرخ‌های دست دوم فروشی هم دوچرخ دست دوم هم همه‌شون هستن. شاید یه ذره خراب باشن ولی خب خلاصه دست دوم هم. ولی قیمت‌های دوچرخه اینجا زیاده. مثلا قیمتشو نمیتونم پیدا کنم و کستارم چیزا بدون هر مثلا این دوچرخه که آره مارکار نشان داد 800 کرون پولشی بود. مثلا 200 کرون یکیه. خلاصه میگم بعضی واقعا گیرانه. حالا معلوم نیست ارزش داشته باشه نه. خب بچه‌ها الان خب از سکن هند الان برگشتیم و همونجوری که به نشان داده بودم سکن هند هم دست دوم فروشی را چیزای خیلی ارزشمند و خیلی خوبه میتونه داشته باشه و از پیدا کنید.
بعد ما 2 تا تابلو خریدیم که نمیدن واقعا تابلوها ارزشمند باشه یا نباشه، ولی خب بهتون نشون میدم تابلوها رو که اول بهتون بگم تابلوهایی هسته که رنگ روغن کار شده، بعد امضا هم زیرش شده، این کسی ولی خب کسی که مشهور باشه مشهور بیشه خبر نداریم. بذار برای تابلوها نشون بدیم. Du får hem den lilla först. Lilla först. Har du kaffe? Ha. Margaret? مارگارت انتخاب کرد اول تابلویی که هسته تابلوی رنگ روغنه. ببینید خیلی خوب. غروب آفتاب و دریا و از این پرنده ها، فانوس دریایی و ابر، خیلی اصلا خوشگله. همونجوری که میبینید یه رام چه میگه خدایا قاب طلایی رنگم باشه، کارش داره چوبیه قابشه. همونجوری که میبینید اینجا گوشم امضای یارو کسی که چیز هسته مثلا کشیده هست، مثلا اینجا هسته یه حالت صورتی مانند داره و واقعا خدایی خیلی خوشگله. در نظر از من که واقعا خیلی Hur mycket خوشگله. kostade den? Jag vet inte. 65 delat med 2. من فکر کنم ما 33. 30 تا 20 تا 35 تا اینا خریدیم، یاد من درست نمیاد. ولی خب خلاصه خیلی خوشگله. میبینید Kostar 34. حالا کاری بهش ندارم که مثلا از نظر شکلینش کار ندارم، ولی از اینکه نقاشی اصل رنگ روغن به شکل کشیده واقعا خیلی خوشگله. واقعا خیلی خوشگله. یعنی تابلوی خیلی بزرگه. میبینید از هم قدی از من تقریبا خیلی بزرگه و تابلوی واقعا خوشگلیه. چوبی قدیمی، تابلو قدیمیه. چوبی که استفاده شده قدیمیش، یعنی خودی نمیدونم اسمش چیه، خودی نقاشی، حالا ما اسمش نمیدونم چیه در فارسی، یه هم خودش هم قدیمیه. حالت نقشش و نمیدونم نقاشیش و رنگایی که ازش استفاده کرده، چقدر زحمتی که کشیده به خودی که شکلی در بیه، واقعا میگم مثلا خیلی ارزش داره. یعنی شاید ما فکر کنم 50-60 کرون بیشتر نخریدیم، ولی خب خیلی به نظر ازم میارزه و واقعا خیلی خوشگله. مثلا نیسته که بگی پرینت نیسته، کسی که مثلا نقاشی کشیده، مثلا واقعا نقاشیه، مثلا رنگ روغن کار شده، یعنی واقعا خیلی ارزشمنده. در نظر از من که واقعا تابلوی خیلی خوبیه و ارزشمنده. Vad kostar den? خب امیدوارم از قسمت برنامه خوشتون آمده باشه و سکن هند و نمیدونم دستمال فروشی که رفتیم خوشتون آمده باشه. Vi kommer göra mer second hand video kanske. من گفتم میگم شاید از یک مثلا More دستمال second hand فروشی ها و video. جاهای جدیدتر بریم و اونا پیدا کنیم زیاد انجام We میدیم. need more painting. آره. ما میگم ما شاید نقاشی بیشتر بخریم، مثلا تابلو بیشتر بخریم، به خاطر که آویزان کنیم اینا بیشتر لازم داریم. And it's best to buy it in second hand because much cheaper and paintings not just prints. مارگارت میگم همونجوری که ما انگلیسی میگم ولی خب ما در فارسی ترجمه میگم بهتره که مثلا از سکند هند بخرید، دستمال فروشی بخرید، به خاطر که ارزان تره و تازه خب دیگه ارزان تره دیگه. مثلا یه تابلو اینجوری بخوای بخری کسی که همونجوری نقاشی معروف هم نباشه همین رو بکشه بالای 5-6 هزار کرون پولشه، همینجوری معمولیش. یا How much do you think the painting will be if it was not in second hand, just 5,000 کرون. this little one? No, I mean little one maybe 3,000 and the big one maybe I think 8,000 yeah. because it's hand painted. It will be very more expensive if you wanna buy from an artist or Yeah, that's another what person. I was saying. But we bought this from second hand. That's Yeah. why it's a very cheap. And it was 50% off. Yeah, it was a 50%. But still it is cheap if 245 for this for full price. خواهم که ما مارگارت در مورد صحبت میکنیم در مورد که مثلا میگیم خب خیلی سکن هم بخری ارزان‌تر، ما ترجمه میکنم به خاطر که واقعا خب مارگارت میگه English from it, subscribe man channel. 8000 کرون. Magga and Mohammed. کانال انگلیسی از ماگا و محمد هم اگه خواستید دنبال کنید. اونجا ما بالاخره ویدیو میذاریم، شاید بنز فارسی نذاریم ولی انگلیسی صحبت میکنیم دیگه. Man فارسی خیلی خوب. فارسی ها مارگارت فارسی خیلی خوب بلده. خب لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. اگه تازه آمدید ویدیوهای از ما اگه میخواید دست ندید لایک و سابسکرایب و کامنت کنید. Share to all your friends. آره دوستای هم اگه خواستید شیر کنید اینا. بعد یه چیزی رو می‌خواستم بگم، خیلی مثلا میگن مثلا حمایت کنید، خب بعضی اومدن مثلا میگن خب سابسکرایب کنید یعنی حمایت میکنیم. خب یه کامنت گذاشتن هم خیلیه، کسایی که مثلا واقعا سابسکرایب میکنن نگاه میکنن میتونن با یه کامنت گذاشتن باعث بشه که ریت ویدیو چون خود مثلا درجه ویدیو
بیشتر باشه. لیل الستوره. Literal big one, which was beautiful. مارگارت میگه کامنت بذار کدوماش بهتر بود، بزرگا یا خوش چیزا. ما کوچیکره که مارگارت خیلی بزرگا ما خریدم. خلاصه میگم یه کامنت بذارید، کامنت گذاشتن باعث میشه که در امتیاز ویدیو بیشتر بشه، شاید پخش بیشتر شه. مثلا کسایی که سابسکرایب مونن حمایت کردن میتونن با یه کامنت گذاشتن بیشتر حمایت کنن. خلاصه خیلی نوکر همتون هستم، مواظب خودتون باشید تا یه برنامه دیگه. شما رو خدا میسپارم. خداحافظ.